pack bags. pack به معنی بسته بندی کردن یا اون پک کردن خودمون یا جمع کردن بچه ها. bag به معنی کیف، منتها هر وقت دید که اس گرفت آخرش جمع میشه. bag کیف، bags کیف ها. حالا وقتی میگه pack bags یعنی چمدونا یا وسایلتو جمع کن. pack bags. book ticket. book به معنی رزرو کردنه. ticket به معنی بلیت هستش بچه ها. book ticket یعنی بلیتو رزرو کن. شاید خیلیتون میگیم book که میشه کتاب. book وقتی که اسم باشه میشه کتاب، اما وقتی که فعل باشه بچه ها، فعل گفتم چیه؟ یک کاری که انجام میدین. book ticket یعنی بلیتو رزرو کن، این کار انجام بده. book ticket. get passport. get میگه که بگیر، passport همون پاسپورت خودمون یا گذرنامه. get passport. میخوام سوال بپرسم، بگم پاسپورت تو گرفتی؟ چجوری کار انجام بدم؟ فقط کافی اول جمله did you اضافه کنم. did you سریعتر did you بچه ها did you هستش، صدای ج میده. did you get passport؟ پاسپورت گرفتی؟ catch bus. catch به معنی گرفتنه، باس به معنی اتوبوس بچه ها. catch bus اتوبوس بگیر. catch bus اتوبوس بگیر. catch bus. go abroad. abroad به معنی خارجه. go هم که میگه برو، پس go abroad برو خارج. go abroad برو خارج. travel light. travel به معنی سفر کردن بچه ها، مترادف کلمه trip هستش. یه طوره trip هم معنی سفره. light یکی از معنایی که داره نور و روشنایی و این چیزاست. یکی دیگه از معنایی که داره سبکه. light سبک که در تضاد با heavy هستش. heavy سنگین، light سبک. پس travel light سبک سفر کن. travel light. find the hotel. find پیدا کن، the hotel همون هتل خودمون بچه. میگم هتلی که رزرو کرده بودی رو find کن، پیدا کن. find the hotel. rent a car. rent اجاره کن، a car یک ماشین. rent a car. rent a car یک ماشین رو اجاره کن. rent بچه فقط برای اجاره کردن ماشین نیست، برای هر چیز دیگه. مثلا rent a house یه خونه اجاره کن. rent an apartment یک آپارتمان اجاره کن. drive fast. fast معنی سریع. drive fast سریع رانندگی کن. drive fast. call 911. call به معنی زنگ زدن یا تماس گرفتن. 911 همون اورژانس بچه. تو ایران ما جدا جدا عدد مثلا 110 داریم، 115 داریم، 125 داریم، اما داخل کشور مثل آمریکا فقط 911 دارن. شما زنگ میزنی، حالا میگه مثلا آتش نشانی رو کار دارم یا با آمبولانس کار دارم، به هر چیز اورژانسی به 911 زنگ میزنید. call 911. don't panic. پنیک معنی وحشت کردنه. یعنی تو فارسی هم خیلی هم میگن پنیک کردم، وحشت کردم. don't یعنی این کارو نکن، منفی میکنه جمله رو. don't panic وحشت نکن. don't panic هراس نداشته باش. stay calm. stay میگه که بمون یا باش. calm یعنی خونسرد بچه. stay calm آروم باش یا خونسرد باش. stay calm که مترادفش رو براتون نوشتیم. calm down یعنی آروم باش. پس stay calm یا calm down آروم باش. move quickly. move حرکت کن. quickly یعنی سریع یا به سرعت بچه ها. move quickly یعنی سریع حرکت کن. need help. need به معنی نیاز داشتنه. حالا میخوای بگی یه چیزی نیاز دارم، فقط کافیه بگی I need یعنی من نیاز دارم. حالا چی نیاز داری؟ I need help کمک نیاز دارم. I need money
پول نیاز دارم. هر چیزی که نیاز داری میتونی بگی بچه. تو کامنت ها اگه میتونید باشه جمله بنویسید برام حتما. Get out. Out معنی بیرونه. Get out بیا بیرون یا برو بیرون. Get out. Get out. Watch out. گفتم که out معنی بیرونه بچه ها. Watch هم به معنی تماشا کردن. منتها وقتی watch و out با هم ترکیب میشن یک معنی متفاوتی ایجاد میکنه. به معنی مراقب باشه. Watch out. مراقب باش. Watch out. Never quit. Quit به معنی تسلیم شدن یا منصرف شدن و ترک کردن یه چیزیه بچه. Never یعنی هرگز. Never quit. هرگز تسلیم نشو. Never quit. Stay positive. Positive به معنی مثبت. Stay positive یعنی مثبت بمون. Stay positive مثبت بمون. Stay موندن بچه. Stay positive. Keep smiling. Smile به معنی لبخند زدن. Keep smiling یا به این لبخند زدنت ادامه بده. کلا keep بچه میگه به اون فعلی که بعد من میاد باید ادامه بدی. Smile لبخند زدن، پس keep smiling به لبخند زدن ادامه بده. میبینید بچه و یه چیز دیگه هم که هست بعد از keep ما باید با ing بیاریم فعلمونه. مثلا keep walking. walk رو رفتن. keep walking به راه رفتنت ایول ادامه بده. ما همیشه جمله رو طوری انتخاب میکنیم که 100% داخل روزمره به کارتون بیاد و استفاده میشه. پس اگه دوست داشتین میتونید یادداشت کنید و تکرار کنید یا نه همیشه ویدیوها رو نگاه کنید. هر از چنگای جمله تکراری داخلش میذاریم به این علته که چون اگه شما هی جمله جدید ببینید و هیچ کدوم یاد نگیری چیزی بهت اضافه نمیشه. ولی خب وقتی اون جملات بعضیش تکرار بشه تو ذهنت تثبیت میشه، میفته رو زبونت، میتونی کم کم استفادهش کنی. پس حتما همراه ما باشید. You win. Win به معنی برنده شدنه. You win تو برنده ای. You win تو برنده ای. Think big. Think به معنی فکر کردنه. Big به معنی بزرگ بچه ها. Think big میگه که بزرگ فکر کن. Think big بزرگ فکر کن. Stay focused. Stay میگه که بمون. Focused بچه ها یعنی متمرکز. میگم stay focused یعنی متمرکز بمون یا تمرکز داشته باش. Stay focused تمرکز داشته باش. Believe in yourself. Believe اعتقاد داشتن یا باور داشتن. In به yourself خودت. Believe in yourself به خودت ایمان داشته باش. Try hard. Try سعی کن یا تلاش کن. Hard یعنی سخت بچه میگم سخت تلاش کن. Try hard. Don't stop. Stop متوقف شدن یا ایستادن. Don't stop توقف نکن یا وای نستا. Don't stop وای نست. Push harder. Push بچه معنی فشار دادن یا هول دادن هستش. Hard یعنی محکم. Harder محکمتر. میگه آقا محکمتر فشار بدی یا بیشتر فشار بیار. Push harder داری یه چیزی رو جابجا میکنیم میتونی از جمله استفاده کنیم. Push harder بیشتر فشار بیار. یا بعضی وقتا با خود آدمی آقا میگیم بیشتر فشار بیار به خودت. Push harder. Call me. Call زنگ زدن یا تماس گرفتنه. میم که منه بچه ها. پس call me میگه به هم زنگ بزن یا تماس بگیر. Call me به هم زنگ بزن. Text back. Text همون تکست دادن یا پیام دادنه. Back یعنی برگردن. یعنی آقا تکستی که بهت دادم و بک بده. برگردون به من. Text back please. Text back. Stay connected. Stay به چه معنی بود؟ آفرین به معنی بمون بود. Connected یعنی در ارتباط یا متصل. Stay connected یعنی در ارتباط بمون با هم تماس داشته باش. Stay connected. Visit me. Visit ملاقات کردن یا دیدار کردنه. Me به معنی منه بچه. پس visit me بیا پیشم یا با هم ملاقات کن. Visit me.
miss you. miss به معنی دلتنگ شدنه. miss you دلم برات تنگ شده. هر وقت دلتون برای کسی تنگ شد بچه بگین I miss you. دلم برات تنگ شده. فقط برای افراد نیست، مثلا I miss a place، یه مکان و دلم براش تنگ شده. love you. love به معنی عاشق بودن یا دوست داشتن. I love you دوست دارم. دیگه همه تو این جمله رو بلدید، از من بهتر بلدید. I love you. come here. come یعنی بیا. here یعنی اینجا. come here بیا اینجا. come here. go out. go یعنی برو. out یعنی بیرون. پس go out یعنی برو بیرون. go out برو بیرون. talk soon. soon به معنی زوده. talk میگه که صحبت کن. talk soon زود صحبت کن. talk soon زود صحبت کن. I'm anxious. با من تکرار کنید بچه. anxious. I'm میگه که من هستم. anxious یعنی مضطرب بچه. I'm anxious من مضطربم. I'm anxious. so tired. tired به معنی خسته است. so بهش شدت میده. I'm so tired خیلی خستم. I'm so tired. I'm خودتون میتونید اول جمله اضافه کنید. ما اگه نذاشتیم چون برای افراد مختلف خوب فرق میکنه. مثلا بخوام بگم تو خیلی خسته میگم You are so tired. یا راجع به یه آقا پسری بخوام صحبت کنم He is اون هست so tired خیلی خسته. Feeling down. feel یه حسی داشتن بود، درسته؟ احساس کردن، حس کردن. down بچه به معنی پایینه. میگه آقا حسم پایینه. یعنی چی؟ یعنی افسردم، غمگینم. I'm feeling down. افسردم یا غمگینم، حالم خوب نیست. I'm feeling down. feeling nervous. nervous بچه به معنی عصبی یا نگران، حالت مضطرب دارید. I'm feeling nervous میگه که نگرانم یا حالت عصبی دارم. I'm feeling nervous. دقت کنید nervous حالت عصبی از دست یه نفر نیست، دست یه نفر خشمگین یا عصبی باشه. نه، حالتهای عصبی، مثلا دستت میلرزه، پاد میلرزه، این حالت هست. I'm feeling nervous. I'm feeling lazy. lazy بچه معنی تنبل یا سستگی. تنبلی میگه I'm feeling lazy. حس کاری ندارم، تنبلم. I'm feeling lazy. I'm okay. okay که دیگه فکر کنم همتون بده معنی okay یا خوب هستش. پس I'm okay خوبم، okayم. I'm okay. حالا اگه همینو بخوایم سوالی کنیم میگیم Are you okay? Are you میگه هستی؟ okay خوب. Are you okay? خوبی؟ okay. So excited. excited معنی هیجان زده است. So excited میگه خیلی هیجان زدم. I'm so excited. خیلی هیجان زدم. I'm so excited. Super happy. happy معنی خوشحاله. super happy میگه فوق العاده خوشحال. super بچه شدت میگه فوق العاده، عالی. I'm super happy. فوق العاده خوشحالم. امیدوارم یه چنین حسی رو همون بتونیم تجربه کنیم دوباره. super happy. absolutely fine. absolutely کاملا، قطعا. fine با معنی خوبه بچه ها. پس absolutely fine کاملا خوبم. absolutely fine کاملا خوبم. totally bored. totally بچه ها بازم معنی کاملا میگه I'm totally من کاملا bored حوصلم سر رفته. I'm totally bored کاملا حوصلم سر رفته، خیلی بی حوصلم. wash the dishes. wash میگه که بشور. the dishes ظرف ها رو. wash the dishes ظرف ها رو بشور. wash the dishes. make dinner. make میگه که درست کن. چی درست کن؟ dinner به معنی شام بچه. make dinner شام درست کن. make dinner شام درست کن. sweep the floor. sweep بچه به معنی جارو کردن یا روبیدنه.
floor به معنی زمینه، پس sweep the floor یعنی زمین رو جارو کن. حالا اگه میخوای بگی زمین رو جارو میکنم، فقط کافی اول جمله یک I بذاری. I sweep the floor. من زمین رو جارو میکنم. پس sweep the floor. Fold the clothes. Fold به معنی تا کردنه. Clothes به معنی لباس بچه ها. پس fold the clothes یعنی لباس ها رو تا کن. Fold the clothes. Clean the room. Clean تمیز کردنه. Room اتاق بچه ها. پس clean the room اتاق رو تمیز کن. جمله که شما به بچه هاتون میگید یا مادر ها به بچه ها میگن clean the room اتاق رو تمیز کن. تو هم میخوای بگی من تمیز میکنم. I clean the room اتاق رو تمیز میکنم. Take a shower. Take به معنی گرفتن. Shower به معنی دوش بچه ها. پس take a shower دوش بگیر. دوش گرفتن. Take a shower. مثلا I take a shower من دوش میگیرم. Every day هر روز. یا اگه یه روز در میان این کار رو میکنی I take a shower every other day. Cook rice. cook میگه که بپز. rice به معنی برنج بچه ها. cook rice برنج بپز. cook rice. feed the cat. feed بچه به معنی غذا دادن. میبینید food غذاست. feed غذا دادنه. feed the cat به گربه غذا بده. cat به معنی گربه است. feed the cat. buy groceries. buy به معنی خریدنه که در تضادش میشه sell بچه ها. با من تکرار کنید. buy sell. buy groceries. groceries همون خرید خاروبار رو بچه ها. میگه برید برای خونه وسیله بگیریم. buy groceries. lock the door. lock قفل کردنه. door به معنی دره. پس lock the door در رو قفل کن. lock the door. میخوام بپرسم در رو قفل کردی؟ did you یا did you lock the door? did you lock the door؟ در رو قفل کردی؟ take notes. note به معنی یاد داشته. take برداشتنه بچه ها. پس take notes یادداشت برداشتنه. مثلا استاد داره درس میده میگه take notes یادداشت بردار. take notes. start work. start به معنی شروع کردنه. work به معنی کار کردنه بچه ها. پس start work یعنی کار رو شروع کن. start work کار رو شروع کن. study hard. study میگه که مطالعه کن. hard به معنی سخت. پس study hard سخت مطالعه کن. study hard سخت مطالعه کن یعنی خوب بخونا. study hard. focus more. focus به معنی تمرکز کردنه. پس focus more میگه بیشتر تمرکز کن بچه. more به معنی بیشتر. پس focus more بیشتر تمرکز کن. answer emails. answer میگه که جواب بده. پاسخ دادن بچه ها. answer جواب بده. emails یعنی ایمیل ها رو. همون پست الکترونیک. answer emails ایمیل ها رو جواب بده. حالا میخوام بگم ایمیل ها رو جواب میدم یا آی میذارم اول. I answer emails ایمیل ها رو جواب میدم. finish project. finish به معنی تموم کردنه. project به معنی پروژه است. پس finish project پروژه رو تموم کن. finish project. finish project. join the meeting. join به معنی پیوستن یا ملحق شدن. مثلا تو تلگرام میزنه join the group به گروه بپیوند یا ملحق شو. meeting به معنی جلسه است. پس join the meeting وارد جلسه بشو. join the meeting. take a break. break بچه ها یکی از معنایی که داره شکسته که شکست دادن یعنی میشکنی یه چیزی رو. مثلا break a window یک پنجره رو شکستن.
اما یکی دیگه از معنایی که داره زنگ تفریح یا وقفه است، استراحته. اوکی؟ take a break میگه استراحت کن، یه تایم استراحت بگیر. سر کاری هی داری همش به خودت فشار میاری، میگم just take a break، فقط استراحت کن. take a break. schedule call. schedule بچه معنی برنامه ریزی کردنه. call یعنی تماس. schedule a call یه تماس رو برنامه ریزی کن. schedule a call یک تماس رو برنامه ریزی کن. send report. send میگه که بفرست یا ارسال کن. report یعنی گزارش بچه ها. send report گزارش بفرست، گزارش رو ارسال کن. make sure. sure به معنی مطمئن شدنه. وقتی میگم make sure یعنی مطمئن شو. مثلا میگی فلانی این کارو کرده، بعد من میگم make sure مطمئن شو حتما. make sure خیلی پرکاربرده. ما هر هفته 4 تا ویدیو پر از جملات مهم و کاربردی میذاریم، پس حتما با ما همراه باش. اگه دوست داشتی ویدیو رو لایک کن. be strong. strong معنی قویه. be strong میگه که قوی باش. be strong قوی باش. be yourself. yourself به معنی خودته. be yourself خودت باش. be yourself خودت باش. myself یعنی خودم. yourself یعنی خودت. be brave. be که کلا یعنی بچه ها یعنی باش. اوکی؟ معمولا هم بعدش صفت میتونید بگید. مثلا brave یعنی شجاع. be brave شجاع باش، دلیر باش. be brave. I agree. agree معنی موافق بودنه. وقتی میگم I agree یعنی موافقم. یه نفر یه حرفی زده خیلی پرکاربرده، میگی I agree موافقم. یا میخوای بگی باهات موافقم I agree with you. I agree with you باهات موافقم. و در تضادش I disagree. this منفی میکنه agree رو بچه ها، یعنی مخالفم. I disagree مخالفم. I disagree with you باهات مخالفم. be careful. careful به معنی مراقبه، پس be careful مراقب باش. be careful. please wait. please لطفاً. wait صبر کن، منتظر باش. please wait لطفاً صبر کن. please wait. feel better. feel بچه ها گفتیم معنی یه حسی داشتنه. better یعنی بهتر. feel better میگم انشالله بهتر بشی، سالت بهتر باشه. feel better بهتر بشی. feel better. good job. good به معنی خوبه. job هم به معنی شغل یا کار هستش، پس good job یعنی آفرین یا احسن. good job. شاگردم این جمله خوب میگه، یه کار خوب میکنه تو کلاس، بهش میگم good job آفرین. order food. order به معنی سفارش دادنه. food یعنی غذا. دیگه فکر کنم همتون بدونید food یعنی غذا، پس order food غذا سفارش بده. حالا اگه خواستین جمله دیگه باش بسازین فقط کافیه کننده کار رو در اول جمله بذارید. مثلا I یعنی من، پس I order food یعنی من غذا سفارش میدم. یا you order food تو غذا سفارش میدی. به همین سادگی. order food. eat healthy. eat به معنی خوردنه، پس eat میگه که بخور. چی؟ healthy. healthy یعنی سالم بچه، یعنی چیزای سالم بخور. eat healthy. eat healthy سالم غذا بخور. با من فقط تلفظش رو تکرار کنید، دقت داشته باشید. healthy th چه صدایی میده؟ ث نمیگم و healthy غلطه. زبون رو باید بین دندون رو بذارید و هوا رو عبور بدید. healthy. drink water. drink به معنی نوشیدنه. water یعنی آب، پس drink water یعنی آب بنوش یا آب بخور. drink water. drink water. boil eggs. boil بچه به معنی جوشوندنه. eggs یعنی تخم مرغ، پس boil eggs یعنی تخم مرغ ها رو
بجوشون. boil eggs. حالا اگه همینو بخوام سوالی کنم بچه‌ها، چون فعل داریم، فعل یعنی چی؟ یعنی کاری که انجام میدیم. مثلا اینجا boil که به معنای جوشاندنه، کاریه که ما انجام میدیم، پس فعلمون هست. درسته؟ boil جوشوندن. میخوام سوالی کنم، هر وقت که فعل دارم فقط کافیه که اول جمله بگم do you، یعنی آیا تو اون کار رو انجام میدی؟ مثلا do you، آیا تو boil eggs، تخم مرغا رو میجوشونی؟ do you boil eggs، تخم مرغا رو میجوشونی؟ میبینید بچه‌ها، بس سوال برای زمان حال هستش. do you boil eggs، میگم تو روتینت هست این کارو میکنی؟ do you boil eggs. حالا اگه همین سوالو بخوام راجع به گذشته بپرسم، فقط کافیه که جای do you بگم did you. did برای سوالی کردن به شکل گذشته است بچه‌ها. did you boil eggs، تخم مرغا رو جوشوندی؟ دیگه نمیگم میجوشونی یا زمان حال نیست. did you boil eggs، تخم مرغا رو جوشوندی؟ did you یا سریعترش did you، صدای جه میده وسطش. did you boil eggs. cut vegetables. cut به معنی خرد کردن یا بریدن هستش. vegetables به معنی سبزیجات بچه‌ها. cut vegetables یعنی سبزی ها رو خرد کن. cut vegetables. حالا به من بگید چجوری داخل زمان حال بپرسم آقا سبزی رو خرد میکنی؟ میخوام سوال کنم چجوری این کار انجام بدم. try this. try به معنی امتحان کردنه. this یعنی این بچه. try this یعنی اینو امتحان کن. try this اینو امتحان کن. یکی دیگه هم معنای try تلاش کردن یا سعی کردنه. مثلا میخوام بگم سخت‌تر تلاش کن، میگم try harder. hard به معنی سخته، harder سخت‌تر. try harder. taste good. taste به معنی مزه کردن یا چشیدن، یه مزه‌ای میده. good یعنی خوب، پس taste good یعنی مزه خوبی داره یا خوشمزه است. taste good. مثلا شما یه غذایی رو میخوری، میخوای بگی خوشمزه است، میگی it tastes good. it tastes good. خوشمزه است. make tea. tea به معنی چای هست. make درست کردن، پس make tea چای درست کن. make tea چای درست کن. یا میخوام بگم چای درست کردی؟ چجوری سوالیش میکردیم؟ اول خودتون بگیم بعد برم اسلاید بعد. میشه did you make tea، چای درست کردی؟ یا سریعترش did you make tea، چای درست کردی؟ fry chicken. fry به معنی سرخ کردن بچه. chicken که همون مرغ، پس fry chicken یعنی مرغ سرخ کن. fry chicken مرغ سرخ کن. set the table. set به معنی چیدن یا مرتب کردن، همه چی رو ست میکنی، میچینی. the table به معنی میز بچه، پس set the table میگه که میزو بچین. set the table میزو بچین، مهمون اومدن. set the table. اگه تا اینجای کار این جملات رو دوست داشتی ممنون میشم که دکمه لایک رو بکوبی و چنل سابسکرایب داشته باشی تا ویدیو بعدی ما رو از دست ندی. feeling dizzy. feel به معنی یه حسی داشتن بچه. feeling یه حسی دارم. چه حسی دارم؟ dizzy سرگیجه. dizzy سرگیجه. اما دیزی که میخوریم معناش میشه سرگیجه. I'm feeling dizzy یعنی سرگیجه دارم. I'm که میگه من، feeling dizzy سرگیجه دارم. have fever. fever به معنی تبه. have به معنی داشتن بچه. have fever تب داشتنه. حالا اگه بگم I have fever یعنی من تب دارم. I have fever من تب دارم. I'm feeling cold. گفتیم که feel به چه معناست؟ ایول به معنی یه حسی داشتنه. I'm feeling میگه یه حسی دارم. چه حسی دارم؟ cold سرما. cold به معنی سرماست بچه. I'm feeling cold سردم، یه حس سرما میکنم.
My back hurts. خیلی جمله باحالیه. back به معنی کمره. وقتی میگم my back، my بچه یعنی چیزی که مال منه، مال من. my back کمر من. یا مثلا my bag به معنی کیفه، میشه پس کیف من. اوکی. hurts معنی آسیب دیدن یا درد داشتن، درد میکنه. my back hurts کمرم درد میکنه. my back hurts. can't breathe. can't میگه که نمیتونم. اوکی. can't بچه برای عدم توانایی استفاده میشه، در تضاد با can هستش. اون یعنی میتونم ولی وقتی بهش t اضافه بشه can't نمیتونم. breathe نفس کشیدن. دقت کنید breathe 2 تا تلفظ داره. اگر اسم باشه، فعل نباشه، یعنی به معنی نفس باشه، breath تلفظ میشه. اما وقتی میخوام بگم نفس کشیدن، وقتی که فعله، باید breathe تلفظ بشه بچه. can't breathe نمیتونم نفس بکشم. I can't breathe. feeling weak به معنی ضعیف بودن یا حس ضعف داشتن. پس I'm feeling weak یعنی ضعیفم، حس ضعیف بودن میکنم. I'm feeling weak. get medicine به معنی داروی بچه، دوا دارو. get به معنی گرفتنه. get medicine یعنی دارو بگیر. یا I get medicine دارو میگیرم. یا اگر میخواین گذشته کنید فقط کافیه get رو به got تبدیل کنید. I got medicine یعنی دارو گرفتم. میدید بچه زمان چقدر ساده است، فقط کافیه که با فعل یکم بازی کنیم. اینا رو حفظ کنید حتما، با من تکرار کنید تا روی زبانتون بیفته. see doctor. see به معنی دیدنه. doctor همون دکتره. پس see doctor دکتر رو ببین، یا برو دکتر رو ببین، برو پیش دکتر. see a doctor یه دکتر ببین مثلا. take pill بچه که مترادف تبلت یا کوچولوترش تب هست، به معنی قرصه. اوکی، با من تکرار کنید. pill tablet جفتشون یعنی قرص. حالا میخوام بگم قرص بخور، برای قرص و دواداری یادتون باشه از eat استفاده نمیشه، بعد جاش بگین take. اوکی. take pill قرص بخور. take tablet بازم قرص بخور. it's raining. rain به معنی بارون اومدنه. it's raining میگه داره بارون میاد. هر موقع فعلتون ing داشت نکنه بچه، rain به معنی بارون اومدن فعلمونه. هر وقت فعلتون ing داشت بدونید که در حال انجام اون کار. مثلا it's raining داره بارون میاد. snow falling. snow برف. fall به معنی سقوط کردن یا افتادن هستش. پس snow falling برف میاد یا داره برف میاد. snow falling. too cold به معنی سرد. too برای شدت دادن یعنی خیلی. too cold خیلی سرده. too cold. so hot به معنی داغ یا گرمه. so hot خیلی گرمه. so hot. wind blowing به معنی باده. blow به معنی وزیدن. پس wind blowing باد داره میوزه. wind blowing. یه چیزی رو دقت کنید، نمیگم wind نکنید بچه، موقعی که W رو داری تلفظ میکنید یادتون باشه لبتون یکم باید گرد بشه. wind. the sky is clear به معنی صاف، پاکیزه و تمیزه. اوکی. sky به معنی آسمونه. پس the sky is clear میگه آسمون صافه. the sky is clear. getting dark. get به معنی شدن بچه. getting ing داره میگه داره میشه. داره چی میشه؟ dark تیره و تاریک. it's getting dark داره تاریک میشه. it's getting dark. the sun is shining. sun به معنی آفتابه. shine به معنی تابیدن یا درخشیدنه. the sun is shining یه خورشید یا آفتاب داره میتابه. the sun is shining. storm
storm به معنی طوفانه، come به معنی اومدن، پس storm coming میگه طوفان داره میاد. storm coming. cloudy day. day به معنی روزه، cloudy به معنی ابریه بچه ها، پس cloudy day روز ابریه. cloudy day روز ابری هستش. I'm on my way. I'm یعنی من هستم، I یعنی من، ام و ایزار معنای هستن میده که اینجا امه کوچولو شده I'm من هستم. on یعنی روی یا در، my way. way بچه ها یعنی راه، my way یعنی تو راهم. I'm on my way یعنی تو راه هستم. اوکی، زنگ میزنم میگن کجایی، میگیم I'm on my way. I'm on my way یعنی تو راه هستم. out of order. out of order جمله فوق العاده کاربردیه. out of بچه یعنی یه چیزی تموم شده، اوکی، از دست رفته. order یعنی سفارش. وقتی out of order یک چیزی یعنی دیگه از سفارش خارجه. منظورش چیه؟ یعنی از کار افتاده، دیگه نمیتونی شما ازش استفاده کنی. مثال بزنم، میخوای بری توی یک رستوران یک دستشویی رو وارد بشی، روش میبینی زده out of order یعنی از سرویس دهی خارجه، خرابه، از کار افتاده، نمیتونی ازش استفاده کنی. out of order. which one do you want? which one یعنی کدوم بچه ها. which one which یعنی کدام، one هم که یعنی یک، درسته. which one یعنی کدوم یکی. do you که تو، want میخوای، want هم خواستنه. which one do you want کدوم یکی رو میخوای. which one do you want کدوم یکی رو میخوای. اگه میخوای بگی این یکی رو میخوام میگی this one. this one. اگه بخوای بگی اون یکی رو میخوام that one. that one. به همین سادگی بچه ها. this one این یکی، that one اون یکی. I beg your pardon. I beg بچه ها اگه بخوام جدا جدا براتون معنی کنم، beg التماس کردنه، اوکی. your pardon هم برای عذرخواهی استفاده میشه، ولی کلا این جمله I beg your pardon کجا استفاده میشه؟ یه نفر یه حرفی رو به شما میزنه، شما متوجه نمیشی، حالا یا سریع گفته یا به شکلی گفته، شما منظورش رو متوجه نشدی، میگی I beg your pardon، ببخشید چی گفتی؟ اینجوری استفاده میشه. I beg your pardon ببخشید. میتونین pardon خالی هم بگین pardon ببخشید چی؟ جانم. pardon برای عذرخواهی کردن استفاده نمیشه، اوکی. پس برای وقتی که مثل تو فارسی میگه ببخشید چی گفتین، اینجور موقع میتونین از I beg your pardon یا pardon استفاده کنید. not at all. not at all بچه یعنی اصلا، به هیچ وجه. not at all اصلا، به هیچ وجه. دوستش داری؟ not at all اصلا. don't pull my leg. don't بچه یعنی یه کاری رو نکن، جمله رو منفی میکنه. مثلا اگه بگه pull یعنی بکش، ولی وقتی میگه don't pull یعنی نکش، جمله رو منفی میکنه. don't pull یعنی نکش چی رو؟ my leg. leg یعنی پا، وقتی که my میاد یعنی یه چیزی که برای منه. my leg پای من، my book کتاب من. don't pull my leg یعنی پامو نکش. منظورش چیه؟ این یه اصطلاح بچه ها، یعنی سر به سرم نذار، هی با دومم ور نرو، با دومم بازی نکن. don't pull my leg سر به سرم نذار. from the bottom of my heart. from بچه ها یعنی از، the bottom یعنی ته یک چیزی یا زیر یک چیزی رو میگیم bottom of ته چی؟ my heart یه چیزی که مال منه، درسته. my یعنی یه چیزی که مال منه. اینجا ته چیه؟ منظورشه heart یعنی قلب. from the bottom of my heart یعنی از ته قلبم. from the bottom of my heart I love you از ته قلبم عاشقتم. don't mention it. یه نفر بهم میگه thank you، ازم تشکر میکنه بابت کاری که براش کردم، من میگم don't mention it. mention بچه یعنی ذکر کردن، نام بردن. دقت کنید وقتی یه نفر شما رو داخل اینستاگرام استوری میکنه میزنه someone mentioned you، درسته، یعنی از تو نام برد، از تو یاد کرد. don't mention it همون خواهش میکنم خودمونه، همون you're welcome، فقط داریم به یه شکل دیگه بیان میکنیم. منتها چه مفهومی رو میرسونه؟ میگه اصلا کاری نکردم که، اصلا بیان نکن، نیاز به گفتن نیست. don't mention it. don't mention it.
فوق العاده کاربردیه بچه‌ها. اگه دوست داشتین تا الان ویدیو رو یا کلا حال کردین با چنلمون، میتونید سابسکرایب کنید و از زنگوله کنارش هم بزنید تا همیشه اولین نفری باشید که ویدیو رو می‌بینید. اگرم دوست نداشتین، فدای چشای قشنگتون. Stay away from me. Stay away. Stay بچه‌ها یعنی موندن. Away یعنی دور. اوکی. Stay away که میگم یعنی دور بمون. اوکی، یا دور باش. From گفتم یعنی چی from؟ از. درسته؟ آفرین. از من میگم از هم دور بمون، دور و برم نباش. Stay away from me. Stay away from me. God forbid. God که خداه، forbid هم بچه ها منظورش چیه؟ God for me خدا نکنه. فکر میکردی خدا نکنه داشته باشیم داخل انگلیسی؟ هر وقت خواستی بگی خدا نکنه میگی God forbid. God forbid خدا نکنه. Money talks. Money talks. Money که یعنی پول بچه ها. talks صحبت کردنه. منظورش چیه؟ میگه آقا پول حرف اولو میزنه، پول حلال مشکلاته. با این جمله موافقین بچه‌ها؟ اگه موافقی باش کامنت کن. اگر هم موافق نیستی به نظرت، خیلی دوستم دیدگاهتو بدونم، حتما برام کامنت کن. hang on a second. hang on a second. hang on بچه‌ها یعنی wait، یعنی صبر کن. اوکی. hang on یعنی صبر کن. a second یعنی یک ثانیه. second منظورش ثانیه است. hang on a second یه لحظه صبر کن. مثلا پای تلفنی داری صحبت میکنی، یه کاری پیش میاد، میگه hang on a second یه لحظه وایسا، یه لحظه صبر کن. never mind. never mind بچه یعنی مهم نیست، بی خیالش. مثلا یه گوشه نشستم تو حال خودم، هم ناراحتم، دوستم میاد بهم میگه چی شده امیر؟ میگم never mind، مهم نیست، بی خیالش. never mind. what's a pity یا what a pity. what که گفتیم بچه یعنی چه. pity بچه برای احساس دلسوزی، میخوای دلسوزی تو بیان کنی میگی what a pity یعنی چقدر حیف شد، میخوای دلسوزی کنی. what a pity یا what's a pity که معمولا what a pity هم میگن. what a pity یعنی چقدر حیف شد، نکنه داری دلسوزی میکنی. please یعنی لطفاً. accept با من تکرار کن. accept یعنی قبول کن، لطفاً قبول کن. my یعنی یه چیزی که مال منه. چیمو؟ my condolence. please accept my condolence یعنی چی condolence؟ تسلیت. میگم لطفاً تسلیت منو بپذیر. please accept my condolence لطفاً تسلیت منو بپذیرید. فوق العاده جمله کاربردی بود. اگه تا الان جملات دوست داشتی خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنی. what a shame. what یعنی چه. اوکی، چه چیزی. a shame. shame بچه یعنی شرم، از شرم میاد. what a shame یعنی چه شرم آور. what a shame چقدر شرم آوره. اوکی. how awful. how یعنی چقدر بچه یا چطور. how awful یعنی وحشتناک یا افتضاح. how awful یعنی چه افتضاح، چه وحشتناک. how awful چه افتضاح. how terrible. بچه how که گفتیم یعنی چقدر. terrible هم بچه مثل awful میمونه یعنی خیلی بد، افتضاح. اوکی. how terrible وای چقدر وحشتناک، چه افتضاح. مثلا میگم دیروز یه تصادف دیدم، ماشین پشتک بارو زد، ملق زد، اصلا ماشین پود شد. بعد تو میگی how terrible چقدر بد، چقدر وحشتناک. give it another try. give it بچه یعنی بده بهش. another یعنی یکی دیگه. try یعنی امتحان کردن. give it another try یعنی دوباره امتحانش کن، یه بار دیگه امتحانش کن، یه شانس دوباره بهش بده. give it another try. میبینم توی یه کاری هی داری تلاش میکنی موفق نمیشی، میخوام به دلداری بدم، میگم give it another try یه بار دیگه امتحانش کن. good for you. good بچه یعنی خوب. for یعنی برای. you یعنی تو. good for you یعنی چی؟ یعنی خوش به حالت، یعنی خوب بوده برات، خوش به حالت. good for you. no problem. no یعنی نه. problem یعنی مشکل. no problem منظورش چیه؟ مشکلی نیست. no problem مشکلی نداره، مشکلی نیست. so long. so long میخوای خداحافظی کنی میتونی از این استفاده کنی، جای goodbye میتونی اینو بگی. so long یعنی به امید دیدار. so long. beautiful day isn't it. beautiful بچه ها یعنی زیبا. day یعنی روز. beautiful day یعنی روز زیباییه. isn't it نه
این isn't it بچه ها داخل انگلیسی بهش میگن tag question، یعنی دنباله سوالی. چی کار میکنه؟ میخوای از یه نفر تاییدیه بگیری، خودت یه چیزی رو میدونی یا میخوای اون نفرم تاییدش کنه. مثلا یه دختر داره رد میشه، میگم خوشگله. نه نکن این نه رو برای چی میگم؟ میخوام دوستم تاییدیه بگم، اونم نظرش همینه، میگم she's beautiful isn't she. بخوام همین سادگی. یا یک پسر داره رد میشه، خوش تیپه، میگی چی؟ خوش تیپا. نه he is handsome isn't he. این isn't he آخرش هم نه خودمونه داخل فارسی. نه اینجا هم همینه beautiful day isn't it. روز زیباییه. اینطور نیست؟ نه. بعد تو حالا تایید میکنه. اگه هست که میگی yes it is، اگه نیستم که میگی no it isn't. get out of my sight. get out بچه یعنی از جایی برو بیرون. اوکی، از جایی خارج شو. از کجا؟ my sight. sight بچه یعنی دیدگانم، همون چشمات منظورته. my sight یعنی دیدگانم، چشمام. get out of my sight به نظرت معنی چیه؟ یعنی از جلوی چشام دور شو، نمیخوام ببینمت. get out of my sight. get out of my sight. بچه این جملات فوق العاده کاربردی هم. اگه دوست دارین لایک کنید تا متوجه بشم که چه سبکی از ویدیوها رو شما دوست دارین و بتونم اونو بیشتر براتون تولید کنم. have a nice day. have یعنی داشته باشی. اوکی، کلا وقتی میگه have something یعنی یه چیزی داشته باشی. چی داشته باشی؟ nice یعنی یه چیز خوب. nice خوبه یا قشنگه. day روز. have a nice day روز خوبی رو داشته باشی، روز قشنگی داشته باشی. have a nice day. say یعنی بگو. goodbye. goodbye هم goodbye خداحافظی، درسته؟ خداحافظی کن to him با اون مرده. him بچه یعنی اون آقای، اون پسره یا مرده، یعنی مذکر کلا. say goodbye to him از اون خداحافظی کن یا بهش خداحافظی بگو. مثلا داری از مهمونی خارج میشی، مامانا دیگه باش خداحافظی کن، با اون خداحافظی کن. say goodbye to him. حالا اگه بخواد بگه که با اون خانومه خداحافظی کن، میگه say goodbye to her. her بچه. say goodbye to her. have بازم نگاه کن داره میگه یه چیزی داشته باشی. چی داشته باشی؟ safe trip. safe بچه یعنی امن، بی خطر. trip یعنی سفر. have a safe trip یعنی سفر بی خطر یا سفر امنی رو داشته باشی. take care. take care یعنی مراقب خودت باش. داری خداحافظی میکنی با این نفر، میگی مراقبت کن. take care مراقب خودت باش. stay یعنی بمون. اوکی، stay بمون. in touch. in touch بچه یعنی در تماس. اوکی، stay in touch یعنی در تماس باشیم. اوکی، با هم دیگه باز ارتباط رو داشته باشیم. stay in touch. give my regards. give یعنی بده چی رو؟ my regards. my regards داخل فارسی هم منظورشه که سلام منو برسون. اوکی، سلام منو برسون. give my regards. give my regards. don't make excuses. بچه ها make یعنی یه چیزی رو درست کن یا یه چیزی بگو. خب don't make don't چی کار میکنه؟ منفیش میکنه، درسته؟ یعنی یه کاری نکن. چی کار نکن؟ excuses. don't make excuses. excuse بچه ها یعنی بهانه. اینجا جمعه، میگه بهونه ها رو نیار. don't make excuses یعنی بهونه نیار. یه نفر تکلیف ننوشته، بهونه الکی میفهم داره میره، میگم don't make excuses بهونه نیار. that depends. that یعنی آن. depends. depends بچه یعنی بستگی داشتن. that depends بستگی داره. مثلا یه نفر میگه این کارو کنم اشکال نداره، میگم that depends. that depends یعنی بستگی داره. I changed my mind. I changed my mind. بچه I که یعنی من، change یعنی تغییر دادم، عوض کردم. ایدی داره آخرش بچه گذشته است، به خاطر همین میگم عوض کردم یا تغییر دادم، نمیگم تغییر میدهم، چون ایدی داره پس این جمله گذشته است. چی رو عوض کردم یا تغییر دادم؟ my mind. چیمو؟ ذهنیتمو، نظرمو. my mind یعنی ذهنیتم، نظرم. I changed my mind یعنی نظرمو تغییر دادم، نظرمو عوض کردم یا نظرم عوض شد. Can you یعنی تو میتونی یا میشه یه کاری کنی برام، میخوام یه نفری درخواست کمک کنم. Can you میشه که help me. help کمک کردنه. me هم یعنی من. Can you help me یعنی میتونی کمکم کنی. Can you help me میشه که کمکم کنی.
تا الان اگه ویدیو رو دوست داشتی خوشحال میشم که چنل رو سابسکرایب کنی، به دوستاتم ما رو معرفی کنی تا اونا هم بدون نیاز به کلاس زبان و پرداخت هزینه بتونن کلی جمله و لغات انگلیسی یاد بگیرن. Will you. will بچه ها نشونه آینده است. اوکی؟ will میبینم میفهمم که این جمله نشون دهنده آینده است. will you میگم که آیا تو do me یه کاری برام میکنی. چی کار؟ a favor. do me a favor بچه ها فوق العاده کاربردیه. favor یعنی لطف. will you do me a favor یعنی میشه یه لطفی به من کنی. will you do me a favor یعنی میشه که یک لطفی به من بکنی. favor یعنی لطف. will you do me a favor. Is this your first time? Is میگم آیا this این your first time. first time بچه یعنی بار اول. time یعنی بار. first یعنی اولین. اوکی؟ Is this your first time یعنی آیا این اولین بارته؟ این اولین بارته؟ Is this your first time? What do you do? What که گفتیم بچه ها یعنی چی. Do you هم نکن. do اینجا فقط برای سوالی کردن. you یعنی تو. do بعدیش یعنی انجام دادن. منظورش چی کارا میکنی؟ چی کارا انجام میدی؟ یا معنای اصلی که داره همیشه استفاده میکنن این سوالو براش شغلت چیه؟ اوکی؟ کلا چی کار میکنه هم منظورت شغلته دیگه. What do you do؟ شغلت چیه؟ حالا میخوای جواب بدی مثلا من میگم I'm a teacher. من یک معلمم. How long یعنی چه مدت. اوکی؟ How long یعنی چه مدت. Does it in take میگیره. take بچه گرفتن. how long does it take میگه چقدر طول میکشه. اوکی؟ چقدر زمان میبره. how long does it take چقدر طول میکشه. حالا جمله کاربردی با این براتون بگم. مثلا سوار ماشینی یه نفر دیگه راننده است. میخوای بپرسی مثلا چقدر تا فلان جا طول میکشه. مثلا چقدر تا مشهد طول میکشه. میگم how long does it take to مشهد. اوکی؟ یه تو میذارم بعد مقصدی که میخوام. how long does it take to مشهد. یا مثلا میخوام بپرسی تا اصفهان چقدر طول میکشه. How long does it take to اصفهان. به همین سادگی بچه امیدوارم که دوست داشته بوده باشید. It takes 2 hours. حالا اون میخواد جواب بده. اون راننده به تو میگه it takes میگه میبره زمان میبره 2 hours. hours بچه یعنی ساعت. It takes 2 hours یعنی 2 ساعت زمان میبره. حالا اگه 5 ساعت زمان میبره میگه it takes 5 hours. فقط کافیه قبل از hours عدد رو بذاری. It takes 5 hours. به همین سادگی. Can I یعنی میشه یا میتونم که. Help you. Help کمک کردنه. You هم که توه. Can I help you یعنی میتونم کمکت کنم. Can I help you میتونم کمکت کنم. It can. It بچه یعنی این. Can یعنی میتونه. اوکی میگه این میتونه که happen اتفاق بیفته. happen بچه اتفاق افتادنه. to یعنی برای anyone هر کسی. میتونه برای هر کسی اتفاق بیفته. میتونه برای هر کسی پیش بیاد. مثلا میگه تصادف کردم خیلی بد بوده. میگم it can happen to anyone. It can happen to anyone. میتونه برای هر کسی پیش بیاد. طبیعیه. Who's speaking. Who's بچه یعنی چه کسی. speaking صحبت میکنه. who's speaking میگم چه کسی داره صحبت میکنه. یه نفر بهت زنگ زده نمیشناسیش میتونی از این جمله استفاده کنی. sorry who's speaking ببخشید کیه که داره صحبت میکنه. جناب عالی. what's wrong with it. what's بچه میگه چیه. اوکی what's چیه. wrong مشکل یا ایراد. wrong مشکل یا ایراد. with it میگه مشکل این چیه. with it with بچه یعنی با. it هم یعنی این. what's wrong with it یعنی مشکل این چیه. ایرادش چیه. what's wrong with it. what did you say. what میگم چی. did you که میخوام سریعترش بگم. did you صدای ج ایجاد میشه. what did you say. say هم که گفتنه. what did you say چی گفتی. did اینجا بچه جمله رو سوالی میکنه و ما چی میفهمونه. این که باید سوالتو گذشته بپرسی. معنای گذشته کنه. نکن did بچه برای گذشته استفاده میشه. what did you say چی گفتی. نمیگم چی میگی یا نه. what did you say چی گفتی. مثلا 2 دقیقه پیش چی گفتی. 2 روز پیش چی گفتی. 1 هفته پیش چی گفتی. برمیگرده به گذشته. ربطی به آینده و حال نداره. what did you say. whose turn is it. whose بچه ها یعنی مال کیه. turn یعنی نوبت. وقتی میگم whose turn is it یعنی نوبت کیه. whose turn is it نوبت کیه. it's هست.
your turn گفتیم نوبت. your turn نوبت تو. کلا your یعنی یه چیزی که مال توه دیگه، درسته؟ it's your turn نوبت توه یا نوبت شما هستش. it's your turn. اگه تا الان ویدیو رو دوست داشتی خوشحال میشم که با یه لایک ما رو خوشحال کنی. go easy on that. go easy یعنی آسون بگی. go یعنی برو، easy یعنی آسون. go easy منظورش اینه که آسون بگیر، سخت نگیر. on that به اون. اوکی on that سخت نگیرش، بیخیال. go easy on that. why یعنی چرا. why یعنی چرا. did you گفتم نکنه د به وای ختم میشه، وقتی میخوام سریع بگم صدای ج ایجاد میکنه. why did you میگم چرا تو. did اینجا بچه ها سوالی میکنه و به ما میفهمونه که جملمون گذشته است. اوکی did اومده گذشته است. میگم why did you چرا تو. do that do انجام دادنه. میگم why did you do that چرا اون کارو کردی، چرا اونو انجام دادی. why did you do that. anything wrong anything بچه ها یعنی چیزی. wrong یعنی مشکل یا اشکال. وقتی میگم anything wrong یعنی مشکلی پیش اومده، مشکلی هست، چیزی ایرادی داره. anything wrong. what's the what's بچه ها یعنی چیه. the matter مشکل یا موضوع. what's the matter موضوع چیه یا مشکل چیه. مثلا یکی از جایی که این جمله خیلی کاربرد داره، وارد مطب میشینه، وارد مطب دکتر میشین، دکتر میگه what's the matter موضوع چیه یا مشکل چیه، چرا اومدی اینجا. what's the matter with you. اینم همونه نکنید بچه. what's the matter رو داره، مشکل چیه رو داره. with you تو. اوکی you یعنی تو. with you یعنی میگه مشکل تو چیه. what's the matter with you چت شده، موضوع چیه، مشکلت چیه، چه اتفاقی افتاده. what's the matter with you. what do you mean. what بچه ها میگه چیه. what do you برای سوالی کردن فقط. what do you mean بچه ها منظوره. what do you mean میگه منظورت چیه. what do you mean منظورت چیه. anything else رفتی مثلا یه فست فودی میگه یه ساندویچ میخوام، سیب زمینی میخوام، بعد فست فودی میگه anything else چیز دیگه هم میخوای، چیز دیگه میل داری یا امر دیگه هم داری. anything else یعنی دیگه. anything هم یعنی چیزی، میگه چیز دیگه هم هست. is everything okay. is میگه بچه آیا everything یعنی همه چیز. everything یعنی همه چیز. okay هم که هم okay میگه همه چیز اوکیه، همه چیز خوبه. is everything okay همه چیز خوبه. it doesn't matter بچه اینجا معنای مهم بودنه. اگه بگه it matters یعنی مهمه، ولی چون doesn't اومده جمله رو منفی میکنه. it doesn't matter یعنی مهم نیست، اهمیتی نداره. it doesn't matter. I don't mind بچه یعنی من اهمیت میدم، برام مهمه. mind بچه اهمیت دادن اینجا. I don't mind چی کار میکنه جمله رو منفی میکنه. آفرین. I don't mind اهمیت نمیدم، مهم نیست برام. I don't mind. it's یعنی این هست. very خیلی بچه very برای شدت دادن یعنی خیلی kind of you. kind بچه اینجا یعنی لطف و مهربانی. it's very kind of you یعنی این نظر لطف تو، این مهربونی تو رو میرسونه. it's very kind of you. what یعنی چی، درسته. happen یعنی اتفاق افتادن. وقتی میگم what happened یعنی چی شده، چه اتفاقی افتاده. فوق العاده این جمله کاربردیه. شما در طول روز چند بار میپرسی چی شده، چه اتفاقی افتاده. خیلی کاربرد داره. what happened چه اتفاقی افتاده، چی شده. اگه دوست داشتی میتونی چنل رو سابسکرایب کنی تا از این دست جملات و ویدیوها رو از دست ندی. That's not true. That's بچه یعنی آن هست، ولی نگاه کنید هر وقت بعد از امایز آر not بیاد منفیش میکنه. That's not یعنی نیست. That's not true. True یعنی درست. اوکی. That's not true یعنی درست نیست یا حقیقت نداره. That's not true درست نیست یا حقیقت نداره. I see یعنی متوجه شدم که اینطور. حالا میبینم چی میگی. see بچه معنای دیدن داره، ولی وقتی میگم I see یعنی میگیرم چی میگی، متوجهم. I see. I don't feel well. I feel بچه یعنی حسی دارم. اوکی. I don't feel یعنی حسی ندارم. well یعنی خوب. I don't feel well یعنی حس خوبی ندارم، حالم خوب نیستش. I don't feel well
حالم خوب نیستش. I get it. I یعنی من، get معنای گرفتن داره، it هم که یعنی این. I get it یعنی میگیرم چی میگی، فهمیدم. I get it فهمیدم چی شد، گرفتم. تو فارسی هم میبینی میگه گرفتم، منظور چیه؟ که فهمیدم، درسته؟ I get it هم همینه، get گرفتن معناش، ولی وقتی میگه I get it یعنی منظورت اینه که فهمیدی. What does this mean? What یعنی چی؟ does هم اینجا فقط برای سوالی کردن اومده، هیچ معنایی نداره. This یعنی این، mean اینجا معنا داشتن. پس mean بچه دو تا معنی داشت، یکی منظور بود، یکی دیگه معنیه. What does this mean یعنی معنی این چیه؟ What does this mean معنیش چیه؟ مثلا تو کلاس معنی یک کلمه رو نمیدونی، میگی what does this mean. What does this mean? Think about you. Think about، البته اینجا think about it هستش بچه. think بچه یعنی فکر کن، about یعنی راجب یا درباره، it هم که یعنی این. think about it یعنی دربارش فکر کن، راجبش فکر کن. think about it. In my opinion، in یعنی در، my یعنی یه چیزی که برای منه، opinion یعنی نظر. In my opinion یعنی به نظر من. In my opinion یعنی به نظر من. هر وقت خواستی یک چیزی رو بیان کنی و به سلیقه کسی هم بر نخوره، میتونی از این جمله استفاده کنی. In my opinion یعنی به نظر من. What's your opinion؟ What's یعنی چیه؟ Your یعنی یه چیزی که مال توه. Opinion هم که گفتیم نظر. What's your opinion یعنی نظر تو چیه؟ What's your opinion نظرت چیه؟ I'm یعنی من هستم. حالا اگه بخوام منفیش کنم، اما ایزا رو گفتیم با چی منفی میشه؟ با not. I'm not یعنی من نیستم. چی نیستم؟ Sure مطمئن. I'm not sure مطمئن نیستم. I'm not sure. Forget it. Forget یعنی فراموش کردن بچه ها. Forget it یعنی فراموشش کن. Forget it فراموشش کن. It rings a bell to me. بچه ها ring بچه ها یعنی به صدا در آوردن. bell یعنی زنگوله. It rings a bell to me یعنی چی؟ یعنی برام زنگوله به صدا در میاره؟ نه، یک اصطلاحه. منظورش اینه که برام آشناست، یه تقهی تو ذهنم میزنه. It rings a bell to me برام آشناست. It makes no difference. difference بچه ها یعنی تفاوت. It makes no difference یعنی تفاوتی نداره. اون نوع جمله رو منفی کرده. It makes no difference تفاوتی برام نداره، تفاوتی ایجاد نمیکنه. Let me see. Let بچه ها یعنی بذار. Let me یعنی بذار که من. See ببینم. Let me see بذار ببینم. Let me see. Let me know. Let me گفتیم یعنی چی؟ یعنی بذار که من یه کاری کنم، درسته؟ Let me know. know دونستنه. Let me know یعنی بذار که بدونم. منظورش اینه که خبرم کن، آگاهم کن. Let me know. I will do it myself. will بچه ها نشونه آینده است. I will do یعنی انجام خواهم داد، که یه انجامش میدم. myself خودم انجامش میدم. I will do it myself خودم انجامش میدم. چرا اینجا will اومده؟ چون قصد دارم انجامش بدم، برای آینده است، درسته؟ الان که انجامش ندادم یا قبلا که انجامش ندادم، برای بعد از الان. هر زمانی بعد از الان میشه آینده بچه ها. Leave me alone. leave بچه ها یعنی ترک کردن، ول کردن. me یعنی منو، میگه leave me میگه منو ول کن. alone تنها، میگه منو تنها بذار. alone یعنی تنها. leave me alone تنهام بذار. look out. look out. look بچه به معنای دیدنه، out به معنای بیرونه. look out یعنی مواظب باش، اوکی؟ مراقب باش. look out مواظب باش. don't worry. don't worry. worry بچه نگران بودنه. don't منفی میکنه. don't worry نگران نباش. میبینم یک نفر مثلا نگرانه، میگم don't worry. don't worry نگران نباش. take it easy. take it یعنی بگیرش. easy آسون، میگم آسون بگیرش، سخت نگیر. take it easy. take it easy سخت نگیر. hold on please. hold on یعنی صبر کن. please هم یعنی لطفاً. hold on please گوشی لطفاً. منظورش اینه که وایسا یه لحظه لطفاً. پای گوشی میگه hold on please یه لحظه وایسا، گوشی لطفاً. who's next. who's یعنی چه کسی. next یعنی بعدی. who's next یعنی نفر بعدی چه کسیه.
who's next نفر بعدی کیه یا چه کسیه. I'm یعنی من هستم ولی بعدش not اومده معناش منفی میشه. I'm not یعنی من نیستم. چی نیستم؟ ready yet. ready یعنی آماده بودن. yet یعنی هنوز. I'm not ready yet. هنوز آماده نیستم. I'm not ready yet. Are you میگم آیا تو free بچه یعنی آزاد. میگم free هستی آزاد هستی وقتت آزاده. today امروز. Are you free today؟ امروز وقتت آزاد هست. امروز آزاد هستی. Are you free today؟ With pleasure. With یعنی با. Pleasure یعنی کمال میل. With pleasure با کمال میل. یه نفر میگه با هم میرقصیم میگم with pleasure با کمال میل. My pleasure یا اینو میگن my pleasure. my یعنی چیزی که مال منه. pleasure یعنی مایه خوشحالی منه باعث افتخار منه. my pleasure با من میرقصی my pleasure باعث افتخارمه مایه خوشحالیمه. What's in your mind؟ mind بچه یعنی ذهن. What's یعنی چه چیزی. in your mind داخل ذهنت چیه. in یعنی داخل. What's in your mind تو ذهنت چیه. چی تو ذهنت میگذره. What's in your mind؟ No kidding. kidding بچه یعنی شوخی کردن. No kidding منفیش میکنم شوخی نمیکنم. No kidding شوخی ندارم شوخی نمیکنم. No kidding. Between you and me. Between بچه یعنی بین یعنی میانه. اوکی میانه you تو and یعنی و me من. میان تو و من باشه یعنی بین خودمون بمونه. Between you and me. What else؟ what بچه یعنی چی. else گفتیم یعنی دیگه. What else یعنی دیگه چی. Do you تو. do فقط برای سوالی کردن اومده معنا نداره. میگه دیگه چی تو need نیاز داری. What else do you need؟ دیگه چی نیاز داری. What else do you need؟ I have no idea. I have یعنی دارم ولی با چون no اومده منفیش کرده. یعنی idea هم یعنی ایده یا نظر بچه. I have no idea یعنی هیچ ایده و نظری ندارم. I have no idea هیچ ایده‌ای ندارم هیچ نظری ندارم. اگه تا الان ویدیو رو دوست داشتی و لایق دونستی خوشحال میشم که با لایک و سابسکرایب از کانال ما که کانال خودتونه حمایت کنید. Well done آفرین. Well done بچه یعنی آفرین. یه نفر مثلا تکلیفاشو خوب انجام میده بهش میگن اوه آفرین. Well done. Well done. So what؟ so یعنی پس. what هم که یعنی چی. so what یعنی خب که چی. so what خب که چی. خیلی باحاله خیلی جمله دوست داشتنیه. I didn't mean it. mean بچه یعنی منظوری داشتن. didn't منفی میکنه جمله رو و همچنین به ما میفهمونه که جمله گذشته است. چرا؟ چون did اومده. did فقط برای گذشته استفاده میشه. I didn't mean it منظوری نداشتم. نمیگم منظوری ندارم و نه. چرا؟ چون don't که نیومده بگم منظوری ندارم. حال نیست گذشته است. منظوری نداشتم. I didn't mean it. I got to یعنی من باید. got to بچه یعنی باید. I got to من باید که go برم. I got to go من باید برم. Tell me tell گفتنه. me هم یعنی من. tell me یعنی به هم بگو. Tell me the story. The story یعنی داستان. Tell me the story داستانو به هم بگو. داستانشو بگو. Tell me the story. It was یعنی بود. was بچه یعنی بود. It was یعنی این بود. My fault. fault یعنی تقصیر اشتباه گناه. It was my fault تقصیر من بود. اشتباه از من بودش. گناه من بوده. It was my fault. I don't think so. think بچه ها فکر کردنه. اگه بگم I think so یعنی من اینطور فکر میکنم. اوکی I think so یعنی من اینطور فکر میکنم. ولی don't اومده و منفیش کرده. من اینطور فکر نمی کنم. I don't think so من اینطور فکر نمی کنم. I don't think so. How come یعنی چرا. How come مثل همون why میمونه. How come چرا. I don't know. I know بچه ها یعنی میدونم. اوکی مثبت جملهش ولی don't اومده منفی کرده جمله رو. I don't know نمیدونم. What که چی. اوکی to say. say هم که گفتنه. I don't know what to say نمیدونم چی بگم. I don't know what to say. It's time یعنی وقته. اوکی وقتی میگم it's time to یعنی وقت یک کاریه. مثلا الان وقت چیه. It's time to go وقت
رفتنه. حالا میخوام بگم وقت خوردنه it's time to eat، وقت خوردنه. وقت بازی کردنه it's time to play، وقت بازی کردنه. فقط کافیه بعد از it's time to کاری که میخوام بگم وقتش رو بگم. how come، حقیقت رو بهم بگو. یکی از کاربردهای دیگه ای که how come داره اینه که میگه حقیقتش رو بهم بگو. how come چطوریه که اینطوریه؟ حقیقت رو بهم بگو. how come I'm all ears. یه اصطلاح باشه یعنی من سر و پا گوشم. ears بچه یعنی گوش ها. all یعنی همه. وقتی میگم I'm all ears یعنی من تماما گوش هستم، یعنی سر و پا گوشم. حرفتو بزن. I'm all ears. Time flies. Time که بچه یعنی وقت یا زمان. fly پرواز کردنه، ولی چون هر وقت سابجکتمون انسان نباشه نکنید یک چیزه سابجکتمون، باید وربمون اس و اس بگیره که اینجا fly بهش es دادن. time flies یعنی زمان پرواز میکنه. منظورش چیه؟ زمان مثل برق و باد میگذره، نمیدونی اصلا چی میشه. زمان یهویی پرواز میکنه. time flies. I wish یعنی ای کاش. I could میتونستم. could گذشته can یعنی توانایی چیزی رو داشتن، یعنی میتونم. I could یعنی میتونستم. I wish I could ای کاش میتونستم. مثلا چه آرزویی داری؟ ای کاش میتونستم پرواز کنم. I wish I could fly. Okay? I wish I could fly. ای کاش میتونستم پرواز کنم. I don't remember. I remember بچه یعنی یادم میاد. remember کلا به یاد آوردنه. میخوام منفیش کنم بگم یادم نمیاد. I don't remember. I don't remember یادم نمیاد. I don't know. گفتیم I know دونستن یعنی من میدونم. منفیش که I don't know یعنی نمیدونم. What else چی میشد معنیش؟ یعنی دیگه چی، درسته؟ To do انجام بدم. میگه دیگه نمیدونم چی کار کنم، نمیدونم چی کار باید انجام بدم. I don't know what else to do. I don't know what else to do. نمیدونم چه کاری باید انجام بدم. I screwed up یه جمله فوق‌العاده کاربردی. I یعنی من. screwed up باشه گند زدنه. اینجا ایدی داره. screw گذشته هم هست یعنی در گذشته گند زدن. حالا 2 دقیقه پیش، 2 ساعت پیش، هفته پیش، مشخص نیست. I screwed up گند زدم. I screwed up گند زدم. تا الان اگه جملاتو دوست داشتی خوشحالم میکنی که ویدیو رو لایک کنی و اگرم دوست داشتی میتونی چنل سابسکرایب داشته باشی تا ویدیوهای ما رو از دست ندی. I'm begging you. بچه beg به معنی التماس کردنه. I'm begging نکنید چون اما ایز آر داریم و فعلمون که اینجا beg التماس کردنه ing داره. هر وقت اما ایز آر با ورب ing دیدین زمان present continuous، حال استمراری، یعنی همین الان داره انجام میشه. I'm begging you یعنی التماست میکنم. همین الان دارم التماست میکنم و دارم التماست میکنم. I'm begging you التماست میکنم. I'm begging you. Here you are بفرمایید. مثلا رفتی فرودگاه میخوام بلیطتو بدن، میگن here you are بفرمایید. I promise بچه قول دادنه. I promise یعنی قول میدم. I promise قول میدم. You are the best. You are یعنی تو هستی. اوکی you یعنی تو. are یعنی هستن. کلا اما ایزار بچه اکثر جاها معنای هستن میدن. You are تو هستی. The best بچه یعنی بهترین. You are the best تو بهترینی. از نظرتون بهترین بازیکن کیه؟ مثلا میتونی جملهشو برام بنویسی. میگی فلانی is the best player. مثلا میگم رونالدو is the best player یا مسی is the best player. کدوم به نظرتون بهترین بازیکنه؟ That doesn't make sense. بچه make sense یعنی با عقل جور در میاد، منطقیه. اوکی چرت و پرت نیست، با عقل جور در میاد، make sense میکنه. That doesn't make sense منفیشه یعنی با عقل جور در نمیاد. That doesn't make sense با عقل جور در نمیاد. We are یعنی ما هستیم even برابر. اوکی یا مساوی. Now الان. We are even now یعنی الان دیگه با هم برابریم یا بی حسابیم. حالا با هم بی حسابیم. We are even now. این جملات فوق العاده کاربردی هم بچه‌ها. من خودم تو فیلم و سریالا اینا رو بارها شده که دیدم. Let's یعنی بیا که اوکی بیا یه کاری کنیم. چی کار؟ Change عوض کنیم. The subject موضوع. بیا موضوع رو عوض کنیم. Let's change the subject. بیا که موضوع رو عوض کنیم.
can I یعنی میتونم یا میشه. اوکی can I میشه که ask you. ask پرسیدنه. میگه میشه بپرسم، اجازه هست بپرسم ازت something یه چیزی. can I ask you something میشه یه چیزی ازت بپرسم. دقت کنید something رو چجوری تلفظ میکنم. some خود اس با صدای سه راحت تلفظ میشه. thing اون th باید دندوناتون رو بذارین بین زبونتون در ناحیه پشتش. can I ask you something و وقتی که سری میگی نیاز نیست که رو تلفظ کنی. can I ask you something تمام. یه رو اصلا نیاز نیست تلفظ کنی. میتونم یه چیزی ازت بپرسم. that's only یا آقا اون only فقط the beginning بچه یعنی اول یه چیزی. اوکی that's only the beginning میگم تازه یا فقط اولشه. that's only the beginning تازه اولشه. you can make it you یعنی تو can میتونی make it بچه یعنی از پس چیزی بر اومدن موفق شدن. you can make it از پسش برمیای. میدونم که انجامش میدی. you can make it میتونی برای قوت دل دادن از این جمله استفاده کنید. you can make it از پسش برمیای. no way یعنی امکان نداره. بخوام خودش رو معنی کنم میگم no یعنی نه یعنی هیچی. way یعنی راه. منظورش میگه هیچ راهی نیست بهش. امکان نداره. no way امکان نداره. what are you thinking about what are you میگم تو خب داری چی thinking فکر کردن. درسته. بازم نگاه کنید اما ایز آر که اینجا آر داریم. what are think که فعلمونه ing داره. میگم همین الان داری راجع به چی فکر میکنی. about یعنی راجع به یا درباره دیگه. درسته. what are you thinking about داری به چی فکر میکنی. داری راجع به چی فکر میکنی. what are you thinking about are you میگم آیا تو out of mind out of بچه یعنی خارج از یه چیزی یعنی اونو تموم کردی. mind هم که یعنی عقل ذهن. are you out of mind یعنی عقل تو از دست دادی. are you out of mind عقل تو از دست دادی. it's not okay going to happen it's not going to یعنی قرار نیست یه چیزی بشه. okay it's not going to happen اتفاق افتادنه. it's not going to happen قرار نیست اتفاق بیفته. it's not going to happen این اتفاق نمیفته. قرار نیست این اتفاق بیفته. I see where you're coming from I see یعنی متوجهم یا میبینم که where که کجا you are تو داری coming from میای ازش. منظورش چیه میبینم داری از کجا میای. منظورش اینه که میفهمم چی میگی. منظورتو میفهمم. I see where you're coming from میدونم که چی میگی. اوکی منظورتو متوجهم. I see where you're coming from جمله باحالیه. to tell you the truth to tell you یعنی اگه بخوام بهت بگم. اوکی tell یعنی گفتن you هم که توه. to tell you اگه بخوام بهت چی بگم. the truth بچه یعنی راست. اوکی to tell you the truth یعنی راستشو بخوام بهت بگم یا راستشو بخوای. تا الان اگه این جملات برات مفید بوده یا جدید بوده و دوست داشتی خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنی. اگرم دوست داشتی میتونی چنل سابسکرایب کنی. with all due respect with بچه یعنی با all یعنی همه due respect یعنی احترام. with all due respect یعنی با کمال احترام. with all due respect با همه احترام با کمال احترام. zip up یعنی دهنتو ببند. اوکی یک حرف بده. zip up یعنی دهنتو گل بگیر یا دهنتو ببند. I can't یعنی من نمیتونم. can't منفی can هستش. can یعنی میتونم. can't یعنی نمیتونم. I can't place you یعنی به جا نمیارمت. نمیتونم به جا بیارمت. place یعنی مکان. you هم که یعنی تو. یه نفر رو دیدی میاد باید سلام احوال پرسی میکنه میگی sorry ببخشید I can't place you به جا نمیارم تو رو. go یعنی برو. fly پرواز بده. اوکی چی رو a kite fly a kite یعنی بادبادک هوا کن. میگه برو بادبادک تو هوا کن. منظورش چیه. میگه برو پی کارت. برو دنبال نخود سیاه خودت. اوکی سرت به کار خودت باشه. یه نفر هی دور و برته. اوکی رو مخت تو هم داری یه کار مهم میکنی بهش میگی go fly kite برو به کار زندگی خودت برس. برو رد کارت. go fly a kite اصطلاح کاربردی قشنگیه. the sooner the better sooner بچه یعنی زودتر.
better یعنی بهتر. The sooner the better. هرچی زودتر بهتر. The sooner the better. Be careful. Be careful یعنی مراقب باش. Careful مراقب بودنه. Be careful مراقب باش. Be careful. Hop in. Hop in یعنی سوار شو، بپر بالا. رفتی دنبال دوستت بهش میگی hop in، سوار شو، بپر بالا. A white lie. lie بچه ها یعنی دروغ. A white lie منظورش دروغ سفیده، یعنی چه همون دروغ مصلحت آمیز خودمون. A white lie دروغ مصلحت آمیز. What should I do? What یعنی چی یا چه کاری. Should I. should بچه یعنی بهتره که انجام بدم یه کاری رو. بایدش به این معنی نیست که باید یه کاری انجام بدی دستوری باشه، نه. میگم مثلا چی کار باید بکنم، یه نصیحتی داری برام. What should I do. بهتره چی کار کنم. اگه should و بهتره که معنی کنید خیلی بهتر متوجه میشین. What should I do. بهتره چی کار کنم یا باید چی کار کنم. Act your age. act یعنی برخورد کن. اوکی، مثلا actor یعنی بازیگر، کسی که برخورد میکنه، بازی میکنه. اینجا هم داره میگه act رفتار کن یا برخورد کن. your age. age بچه‌ها یعنی سن. یعنی چی وقتی میگه act your age؟ یعنی مناسب سنت برخورد کن، بچه نشو. act your age. please hurry. please یعنی لطفاً. hurry یعنی عجله کن. please hurry یعنی لطفاً عجله کن. please hurry up لطفاً عجله کن. after you. after یعنی بعد. you یعنی تو. میخوایم وارد یه جایی بشین، یه نفر دیگه هم کنارتونه، تو بهش میگی after you یعنی اول شما بفرمایید، بعد از شما من میام. mind your own business. your own business بچه یعنی بیزنس خودت، کار خودت. وقتی میگم mind your own business یعنی سرت تو کار خودت باشه، سرت تو زندگی بقیه نبر. mind your own business سرت تو کار خودت باشه. never یعنی هرگز، هیچ وقت. tell نگو، هرگز نگو. a lie دروغ. میگم هیچ وقت دروغ نگو، هرگز دروغ نگو. never tell a lie هیچ وقت دروغ نگو. back me up. backup بچه مثلا وقتی از فایلتون backup میگیرید چی کار میکنید؟ هوای فایلتون رو دارید دیگه که اگه یه وقت پاک شد یه نسخه دیگه ازش داشته باشید. back me up یعنی هوای منو داشته باش. back me up هوامو داشته باش. please یعنی لطفاً. don't be. be یعنی بودن. don't be یعنی نباش. please don't be یعنی لطفاً نباش چی؟ mad at me. mad یعنی عصبانی. at me یعنی با من. میگه لطفاً از دستم عصبانی نباش، لطفاً با هم عصبانی برخورد نکن. please don't be mad at me لطفاً از دستم عصبانی نشو. as a matter of fact. as a matter of fact بچه fact یعنی حقیقت. as a matter of fact یعنی در حقیقت، یعنی اگه راستشو بخوای. as a matter of fact I don't like you اگه راستشو بخوای یا در حقیقت دوستت ندارم. can you یعنی میشه که یا میتونی که. go for me a lift. go for me a lift بچه میگه میشه منو برسونی. can you go for me a lift. lift بچه کلا یه چیزی رو هم کردن دیگه. can you go for me a lift یعنی میتونی منو برسونی، میشه منو ببری به اونجا. can you go for me a lift. what are you worried about. میگم what are you worried. worried بچه یعنی نگران بودن. about هم یعنی راجبه. what are you worried about میگم تو نگران چی الان، از چی نگرانی. what are you worried about. behave yourself. behave بچه یعنی رفتار کردن. yourself یعنی خودت. وقتی میگم behave yourself یعنی مواظب رفتارات باش، مواظب برخوردت باش. behave yourself. believe in yourself. believe بچه یعنی باور داشتن. این یعنی به yourself خودت، به خودت باور داشته باش. تویی که داری این ویدیو رو میبینی میخوای زبان یاد بگیری. believe in yourself به خودت باور داشته باش، تو از پسش برمیای. believe in yourself. let it go. let یعنی بذار. let it یعنی بذارش. go بره. منظورش چیه؟ میگه بی خیالش. let it go بی خیالش بابا. let it go. that یعنی آن. wasn't که منفی was هستش، was میشد بود، این میشه نبود. that wasn't یعنی نبود. the case. case باشه یعنی همون موضوع. that wasn't the case موضوع این نبود.
دارم راجع به یه چیز صحبت میکنم، بحث میبره مثلا به سمت و سوی دیگه که از اون موضوع خارجه، میگم that wasn't the case. موضوعی نبوده. that wasn't the case. just a moment. just یعنی فقط، moment یعنی لحظه. وقتی میگم just a moment فقط یه لحظه، منظورم اینه که یه لحظه وایسا. just a moment فقط یه لحظه وایسا. by all means. بچه‌ها by یعنی با، all یعنی همه یا کمال، means اینجا منظورش میله. by all means یعنی با کمال میل. by all means یعنی با کمال میل. don't میخوام منفی کنم یه چیزی رو. hesitate to call. don't hesitate to call. hesitate بچه تردید کردنه. don't hesitate تردید نکن. برای چی؟ برای کال کردن، زنگ زدن. don't hesitate to call. برای زنگ زدن تردید نکن، شک نکن. don't hesitate to call. do your best. do یعنی انجام بده. your best. best یعنی بهترین. میگم بهترین خودتو بذار. تمام تلاشتو بکن. do your best. تمام تلاشتو بکن. don't be. be یعنی باش. don't be یعنی نباش. such a baby. baby یعنی بچه. don't be such a baby یعنی انقدر بچه نباش. such منظورش هم انقدره. don't be such a baby. انقدر بچه نباش. what else. what else یعنی دیگه چی. what یعنی چی، else هم که یعنی دیگه. what else دیگه چی. do you mind یعنی میشه، اشکالی نداره که if I که من ask you بپرسم از شما something یه چیزی. do you mind if I ask you something. اشکالی نداره یه چیزی ازت بپرسم، مشکلی نیست، ایرادی نداره که یه چیزی ازت بپرسم. do you mind if I ask you something. get to the point. get to یعنی برو به. the point به قضیه بچه یعنی اصل یک قضیه، اصل مطلب. get to the point برو سر اصل مطلب، حاشیه نرو. get to the point. اگه تا الان ویدیو رو دوست داشتی و لایق دونستی چنل ما که چنل خودتونه رو، میتونین سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا همیشه اولین نفری باشید که ویدیوهای ما براش میاد. stop it. stop it یعنی بس کن دیگه. stop ایست کردن. it stop it بسش کن. be patient. patient بچه یعنی صبور. be patient یعنی صبور باش. be patient. what یعنی چی. can I میتونم. اوکی چی کار میتونم. do for you برات انجام بدم. what can I do for you چی کار میتونم برات انجام بدم. what can I do for you. it's done یعنی انجام شد. done بچه به یه چیزی میگیم که دیگه انجام شده. it's done انجام شد. how یعنی چطور. do you do گفتیم فقط برای سوالی کردن میاد، معنایی نداره. میگم چطور تو که you یعنی تو. how do you چطوری تو. know that know دونستن. that هم که اونه. میگم چطور اینو میدونی. how do you know that چطور ازش خبر داری یا چطور میدونی. who are you waiting for. who یعنی چه کسی. are you تو. waiting for wait منتظر بودنه. وقتی میگم who are you waiting for یعنی منتظر چه کسی هستی. who are you waiting for منتظر کی هستی. what are you waiting for مثل همونه، فقط اونجا میگفت who are you waiting for منتظر چه کسی هستی. اینجا میگه what are you waiting for. what یعنی چه چیزی، منتظر چه چیزی هستی یا منتظر چی هستی. it's nothing. it's nothing. nothing بچه یعنی هیچ چیز. it's nothing یعنی چیزی نیست. اوکی چیز مهمی نیست. it's nothing. what are you doing. what are you doing یعنی داری چی کار میکنی. what یعنی چی. are you تو doing داری چی انجام میدی، چی کار میکنی. چرا داری رو استفاده میکنم؟ چون امایز are دارم، فعلم هم ing داره، پس یعنی همین الان داره انجام میشه دیگه. میگم پس داری چی کار میکنی همین الان، زمان حال استمراری. how's the weather. how's یعنی چطوره. the weather آب و هوا. weather یعنی آب و هوا. how's the weather آب و هوا چطوره. please یعنی لطفاً. از please بچه برای مؤدبانه کردن جملات استفاده میشه، خیلی کاربردیه. لطفاً accept قبول کن یا بپذیر my apologize. apologize یعنی عذرخواهی.
Please accept my apologize. یعنی لطفاً عذرخواهی منو بپذیر. با من تکرار کن. Apologize. As یعنی همونطور. You که تو. Know میدونی. همونطور که میدونی. As you know همونطور که میدونی. As you know. Maybe یعنی شاید. Another time. Time یعنی بار یا دفعه یا یه وقت. Another یعنی دیگه. میگم شاید یه وقت دیگه. Maybe another time. مثلا دوستم میگه بریم بیرون یه شامی بزنیم. میگم maybe another time. شاید یه وقت دیگه. الان نمیتونم. Maybe another time. Do you understand? میگم متوجه یا میفهمی. What که چی. I'm saying نکن. I'm saying verbم ing داره. say گفتنه. I'm saying یعنی دارم میگم. Do you understand what I'm saying? میگم میفهمی چی دارم میگم. Do you understand what I'm saying? میفهمی چی دارم میگم. I don't agree. I agree یعنی موافقم. agree بچه این موافق بودن. یه اشتباهی که خیلی انجام میدن میگن I'm agree. نه اما ایزار قبلش نداره. agree خودش فعل بچه ها نیاز به هیچی نداره. I agree یعنی موافقم. حالا بخوام بگم با تو موافقم میگم I agree with you. with یعنی با. you هم که توی دیگه. I agree with you. باهات موافقم. حالا بخوام منفیش کنم بگم باهات موافق نیستم. از چی استفاده میکنیم؟ don't. درسته؟ چون اما ایز و آری نداریم که not بذاریم دیگه. بعد don't استفاده کنیم. I don't agree. موافق نیستم. حالا بخوام بگم باهات موافق نیستم I don't agree with you. باهات موافق نیستم. به همین سادگی بچه. I'm fully یعنی من کاملا okay tied up. tied up باشه یعنی بسته شدم. منظورش چیه من کاملا بسته شدم؟ منظورش که خیلی سر شلوغه. I'm fully tied up. سرم خیلی شلوغه. واقعا سرم شلوغه. I'm fully tied up. That یعنی اون. looks به نظر. great عالی میاد. That looks great به نظر عالیه. That looks great. Don't tell me. tell me بچه معناش چی بود؟ یعنی به من بگو. درسته؟ اینجا don't اومده منفیش میکنه. Don't tell me به من نگو what to do که چی کار کنم. Don't tell me what to do به من نگو چی کار کنم. تو از این شخصیت داری. Don't tell me what to do به من نگو که چی کار کنم. I still بچه یعنی هنوز. I am که یعنی من. I still یعنی من هنوز have دارم a lot یعنی یه عالمه. a lot یعنی یه مقدار زیادی بچه ها. یه عالمه کار to do برای انجام. I still have a lot to do یعنی هنوزم کلی کار برای انجام دادن دارم. I still have a lot to do هنوزم کلی کار برای انجام دادن دارم. Take or have a seat. Take a seat یعنی بگی بشین. بفرمایید بشینید. Have a seat بفرمایید بشینید لطفا. مثلا رفتی توی یه قرار داری با رئیست. بعد رئیست میگه take a seat please. Have a seat please. بفرمایید لطفاً بشینید. Thanks anyway. Thanks یعنی ممنون. Anyway یعنی به هر حال. یه نفر میخواسته بهت کمک کنه ولی خب بنده خدا حالا نتونسته به هر دلیلی کمکت کنه. تو میگه thanks anyway. به هر حال بازم ممنونم. Thanks anyway. Get the hell out of here. بچه get out of here. here یعنی اینجا. get out of هم یعنی برو بیرون. get out of here یعنی برو از اینجا بیرون. اوکی. get the hell out of here. hell یعنی جهنم. وقتی میخوان جملاتشون رو یکم بیادبانه کنن از hell استفاده میکنن. یعنی گورتو از اینجا گم کن. get the hell out of here. بیادبانه میکنه جمله رو. اوکی. بود و نبود hell فرقی نمیکنه. get out of here یعنی از اینجا برو. get the hell out of here بیادبانش میکنه. میگه گورتو از اینجا گم کن. اگه دوست داشتی تا الان ویدیو رو میتونی لایکش کنی. به دوستاتم راجع به کانال ما بگو تا اونا هم بیان و ویدیو رو ببینن بدون نیاز به کلاس زبان بتونن انگلیسی رو یاد بگیرن. It doesn't hurt to ask. It hurts بچه hurt یعنی آسیب داره. اوکی ضرر داره. ولی وقتی doesn't اومده منفیش کرده. It doesn't hurt یعنی ضرری نداره آسیبی نداره. To ask که بپرسیم. It doesn't hurt to ask یعنی پرسیدنش ضرری نداره. It doesn't hurt to ask. I wasn't born yesterday. Born بچه به دنیا آمدنه.
I wasn't born یعنی به دنیا نیومدم yesterday دیروز. منظورش چیه؟ میگه دیروز به دنیا نیومدم که یعنی عجله ندارم. I wasn't born yesterday دیروز که به دنیا نیومدم. It takes time. بچه it takes یعنی میگیره چی؟ time زمان. It takes time زمان میبره. It takes time. میگه هنوز فراموشش نکردی؟ میگم it takes time زمان میبره. calm down. calm down یعنی آروم باش. calm down آروم باش. خون سردشون آهنگه بود میگفت baby calm down عزیزم آروم باش همینه. calm down آروم باش. دقت کن ال calm ناخواناست نمیگم calm down نه اشتباهه. calm down calm down آروم باش خون سرد باش. I'll eat my hat. اون الی که بعد از آی میبینی کوچولو شده یه ویل هستش. ویل هم برای آینده است یعنی میگه این کار آینده میکنم. چی کار آینده میکنم؟ eat میخورم my hat کلامو. ولی یعنی چی؟ یعنی کلامو میخورم؟ نه یک اصطلاحه یعنی اسممو عوض میکنم. I'll eat my hat یعنی اسمم رو عوض میکنم. I'll eat my hat میگم مثلا اگه تو مسابقه رو ببری I'll eat my hat اسمم رو عوض میکنم. I mean it. I mean it. جدی میگم. مثلا از این نفر تعریف و تمجید میکنم میگم اونم شکست نفسی میکنم میگه نه بابا من اینطور نیستم. بعد من این جمله رو میگم I mean it. نه جدی میگم. واقعی دارم میگم I mean it. جدی میگم. I miss you. miss بچه ها دلتنگ شدنه. I یعنی من miss دلم تنگ شده. You برای تو. I miss you دلم برات تنگ شده. I miss you.